بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت نبی صلی الله علیه و می‌فرماید که آمد جبریل به سوی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و گفت: ای محمد، گفت عش ما شئت فانک میت. گفت زندگی کن چقدر که میخواهی، بالآخرت تو چی هستی؟ موت فرا میگیرد. و احبب من شئت فانک مفارقه. دوست بدار هر کسی را که میخواهی، پس بیشک تو چی هستی؟ از اون جدا میشوی. و عمل ما شئت فانک مجزی به. عمل که اون چیزی که میخوای، پس بیشک تو به همون هر آینه جزا داده میشوی. یعنی که عمل، هر عملی کردی جزا اونم میبینید. گفت و علم میگن بدون که ان شرف المؤمن قیامه باللیل. شرف، آبروی دنیا و آخرت اون نفر این قیام لیل است. گفت و عزه استغناء عن الناس. و آبروی انسان و عزت انسان یعنی که به نیاز بدن از مردم است. یعنی که طمع نکند از مردم، طلب نکند و خودش را چی نکند، خم نسازد نزد مردم به خاطر دنیای دوروزشیده. این روایت در مستدرکش حاکم رحمه الله ذکر کرده است و منذری میگوید در ترغیب و ترهیب روایت طبری در اوسط و اسنادش حسن هست و بعضی علما این حدیث صحیح هم گفتگی هستند. روایت دیگر که به معنی همی است روایت بخاری و مسلم هست، وقتی که الله پاک به سوی موسی علیه السلام میگوید که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ملک الموت در صورت انسان فرستان. وقتی که آمد گفت که مثلا که من فرستانده شده هستم به سوی تو تا اینکه مثلا که جانی تو را بگیرم قبض کنم، که پیامبر حضرت موسی در این سخنش بسیار غضب کرده، اون زد اون نفره. اون به سوی الله برگشت گفت که این یک نفری که من فرستانده الله، این نفر هر آینه اون قدر به مرگ راضی نیست. و الله پاک دوباره وقتی که حضرت موسی اون زده بود در صورت انسان بود، چشمش بگم زخم شده با برگردان چشمش رو. دوباره گفت که برو بگو که همین دستش رو در بالای یک گاو بماند، همون در تگ دستی همون چقدر موی میآید، موی همون گاو چند قدر هست در تگ دستی همون قدر عمرش میدیم، همون قدر به همون هر یک موی همون گاو عمرش میدیم. خلاصه اگر ملائکه خبر کرد، بعد اون حضرت موسی گفت که بعد این قدر عمری که من دیدم بعد چی میشود؟ گفت بالاخره که هست مرگ انسان میچشد. یعنی که هر آینه انسان از مرگ راهی گریز ندارد، هر آینه انسان مرگ فرا میگیرد و هر آینه انسان مرگ میچشد اگر کدام نفری که نباشد. و همون خاطر انسان ها باید از مرگ در غفلت نباشند که کدام نفری که دوست می‌داری و هر عملی که نمیکنی و هر جایی که نمیری، مرگ تر فرا میگیرد و عملی کردگی در جزاش میبینی روز قیامت. و هر کس دوست داشتی از این دنیا از اون جدا میشوی میروی و هر آینه چند قدری که زندگی کردی اون زندگی آخرش مرگ است. هر نفری که بهترین ذکر، بهترین عمل در نزد الله این یاد کردن مرگ است. مرگ از همه ذکر بهترین و از همه عبادتی که در نزد الله اون قبول هست و انسان به سوی تقوا، پرهیز، خدا ترسی میبرد، این مرگ است. یاد کردن مرگ بسیار ضروری برای هر یک نفری مسلمان. هر روز باید کمی کم نفر 3 بار 4 بار مرگش را به ذهنش بیارد و فکر کند. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله.